بوده عزیز، رفتم خرید کردم تا برسم خونه و اینکه یه شیرینی راحت کاکارشتی رو براتون درست کنم. دیگه دیدم الانم ترافیکه، همسر جان داره رانندگی میکنه. همسر نه، بگو برده جان داره رانندگی میکنه تا من برسم خونه و شیرینی رو براتون درست کنه. زیاد به حرفاش گوش نکنی، حرف زیاد میزنه. کارش چی مگه بردگی؟ خب همینجور که دیدین من کدو اسکواشو پختم با یه ذره آب و قشنگ با هر وسیله‌ای که دارین اینو قشنگ نرمش میکنین و بهش 2 تخم مرغ میزنین. کدو حلوایی هم میتونین بریزین، ولی کسایی که توی اروپا یا آمریکا زندگی میکنن میدونن کدوی اسکواش که خیلی کوچولوه بسیار شیرین و خوش‌طعم‌تره. خب من 3 استکان کوچیک اینجا دارم، شما میبینید. یه استکان شکره، یه استکان آرد برنج، یه استکانم آرد گندم و الانم که 2 قاشقم بهش دارچین زدم که اصلا عطر شیرینی کاکا به دارچینشه. خب تقریبا میشه گفت یه قاشق چایخوری. چای قاشقی که دست منه این خیلی کوچیکه. یه قاشق چایخوری هم بهش بیکینگ پاودر زدم، بیکینگ پودر زدم و حتما هم با این وسیله ها حتما شما تو خونه داری یا هر علک دیگه اینو علک میکنم، ولی آردا رو همه رو نریختم چون ممکنه خیلی غلیظ بشه شیرینیم. و وقتی که اینا رو مخلوط کردم آرد دومم بهش علک میکنم، ولی بازم ته استکان رو یه ذره میذارم و مقدار شیر و ماستم به نوع آرد بستگی داره. من همیشه میگم آرد و شیر رو ببخشید ماست و شیر رو یهویی نریزین. بعضی از آردها به خودش میخوره ولی بعضی ها رقیق میشه. خب من به جای شیر اینجا ماست داشتم، یه ذره ماست ترش داشتم، خواستم که حسابی زود عمل بیاد و ماستم رو ریختم توش و وقتی که مایم رو چک میکنم میبینم نه مایم حسابی غلیظ و خوبه، ولی اگه خیلی سفت بود دوباره بهش ماست بزنین یا اگه شیر میریزین دوباره بهش شیر بزنین. و اینکه من اینجا یه استکانم که استکان کوچولو من گردو داشتم و دوست دارم، من اینجوری دوست دارم که گردو زیر دندون بیاد. گردوها رو با دست تکه تکه کردم و دیگه ریختم توش و دیگه وقتشه که ببرم روی گاز و سرخ کنم. همینجور که میبینین ته تابم و یه ذره روغن میریزم. احتیاج به روغن خیلی زیاد نداره، حتی کمتر از اینم میتونین روغن بریزین. در واقع این نوع پنکیکیه که اینجا خیلی درست میکنن، ولی خب فرق میکنه چون با کدو حلوایی درست میشه. همینجور که میبینین با یه قاشق من شیرینی ها رو با فاصله توی روغن میذارم و این فاصله رو حتما رعایت کنین و وقتی که ریختین توش تکون ندین که به هم دیگه بچسبه، چون خیلی شیرینی لطیف و نرمیه و آرومم پشت رو میکنین و حتما هم توی کاغذ چیز بذارین که کاغذ دستمالای آشپزخونه بذارین که کلفته و همه روغنا رو به خودش میگیره و به همین راحتی شما یه شیرینی خونگی کاکارشتی و سنتی رو یاد گرفتین و امیدوارم از خوردنش لذت ببرین. نوش جانتون. سلام دوستای آراپودی و شیرینی کاکامو بیارم تو حیاط بخورم. راستشو بخوای ما ندید بدیدیم، ما اینجا آفتاب و گرما و تابستون نداریم. اگه یه ذره خورشید دیدیم و هوای خوب دیدیم دیگه میدویم تو دل صحرا و حیاط و طبیعت. و دیدید این شیرینی هم به چه آسونی و راحتی درست شد و با این 2 قلم یه شیرینی خونگی سالم بدون افزودنی ها درست میکنین و هر جای دنیا که هستین با یه لیوان چایی نوش جان میکنین. و اگه
به کارتون اومد و اینو دوست داشتین، خب منم خوشحال میشم که برای لایک کنین، کامنت بذارین و کانالمو سابسکرایب بکنین. مرسی و اگه درست کردینم نوش جونتون.